الله راجعون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل مردم مسلمان. انشالله که ساز هستین، خوب هستین، خداوند هر کجای باشین خوب باشین. اول خواهش میکنم، التماس میکنم از تمام مردم مسلمان همین ویدیو را چقدر میتونیم به حد مهمه لایک مونیم، پدلیت کنیم، پهن کنیم، استوری کنیم، که جای دست رویش کنیم. برادر عزیز که همین ویدیو به نهایت مهم است. همین خواهر که در بر ما میبینین 20 ساله است. دین شاو بگیم درد کودک میگن، بگیم حامله دار بود، درد کودکش میگن سکوری میبرشم. همین خواهر از دنیا میگذره در بالنیسا. این خواهر یک مادر داره و مادر ای با 3 فرزند دیگه داره، 15 ساله و 13 ساله و 9 ساله داره. در شهر اوفا هستند. به همین خاطر شرایط ندارن. ای خواهر خود شوهر داشت، یک ماه پیش چند قپش مقصد شوهرش در همونجا میخپند، دپارتاسیا میکنن، با وطن روی میکنن. بگیم خواهر قطعی هم مادر خواهرکا و دودارکاش بود. به همین خاطر خواهش میکنم از تمام شما التماس، این همین جز بیربانکی همین مادر است، تلفن همین مادر است. مردم اوفا برادرایی که مرا اوفا تماشا میکنن خواهش میکنم خاص به خاطر الله همین مقصد مادر توقع نمونین، برین همین مادر دستگیری کنین در برش. همین مرگ همین خواهر که بخصه به وطن خطی همین فرزندکاش مادر خطی روانش کنین. از تمام مردم مهاجر خواهش میکنم که بی‌طرف نباشین. این همین زبیربانک 100 روبل، 20 روبل، 50 روبل، چند قدری که میتونین به خاطر الله یاردم کنین تا همین مادر روان کنین. به خاطر که مادر با فرزنداش بلیتش قریب 80 چند هزار میشوه. مثلا مایت خودش قریب 40 50 60 تا 70 هزار میشوه، قریب تا 150 هزار در کاره. به همون خاطر خواهش میکنم از همتون به حد مهمه ویدیو را لایک، چی قشما لایک کنین برادر عزیزم. ویدیو توپ میخزه، استوریش کنین، در گروه ها رویش کنین تا همین خواهرک که بگیم سری فرزند رفتگی همین را به وطن روان کنیم و در وطن به خاک بسپارن شه. به همین خاطر خواهش میکنم که در بر مادر برین مردم اوفا راست چنه با مادر با فرزندکاش با دختری که از دنیا بگه فرزندی که از دنیا گذشت همش به وطن روان کنیم. انشالله ما مردم تاجیک سربلند بدیم، یک جایه بدیم. انشالله با یک جایه هستیم و هیچگاه نمیگذاریم که یک مرده تاجیک در غریبی مونه. و همین خاطر خواهش میکنم برادر عزیز 100 روبل، 1000 روبل، 500 چند قدر میتونین این همینجا با کارت با نام مادر خودش مرزیه میبرویا ایشون اونا باید همه کسا سهمای خودتون برسونین. برادر عزیز همین کارهای خیر با تمام فرق نداره، چی نمود کارهای خیر باشد دست کانال همه باشه. برادر عزیز من بالا در نمره تلفن خدمت میمونم. برادر عزیز اگر کس همونه برادر عزیز همه میتونین مراجعت کنین، همه نمود کاری خیر ده انشالله از دست من بیا کمک میکنین. و همین خاطر برادر عزیز بی‌طرف نباشین، حرکت کنین تا خواهرک با وطن قطعی مادر بگین دیگر خواهر رحمتی را به وطن روان کنین. الله یار مددگارتان باشد. هزار رحمت برای دستگیریتان، هزار رحمت برای هر یک که سخنهای خوب میگین و در حق خواهرک دعا کنین که خداوند جوش جنت بگردونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.